بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان و عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه دیگر از درس های شناخت سیاست اسلامی قرار داریم و در این جلسه دنباله بحث جلسه گذشته را میخوانیم که در مورد شرایط امیر مسلمین یا خلیفه مؤمنین بود. یک امیر وقتی تعیین شد برای مسلمین چه شرایطی را باید داشته باشد. در جلسه گذشته توضیح دادیم که شرایط به دو دسته تقسیم می شوند. یکی شرایط اتفاقی که همه علما او را قبول دارند و تایید دارند و اجماع و اتفاق است بر آن، و یک عده شروطی که محل اختلاف است بین اهل علم. در جلسه گذشته شروط اتفاقی را خواندیم و در این جلسه دو تا شرط اینجا مطرح میکنه، اگرچه که شرط های بیشتری هم مطرح کردن که محل اختلاف است بین اهل علم. و همچنین بعداً باز وظایف یک امیر مسلمین یا امیر مؤمنین را میخوانیم، کسی که رئیس دولت اسلامی است در مقابل ملت خود، در مقابل رعیت خود چه وظایف و چه وجایبی بر عهدهش هست. ابتداً صفحه کتاب خدمت شما دوستان عزیزان ارائه میکنم. الشروط المختلف فیها، بخش دوم، شرط هایی که محل اختلاف است. اولین شرط بلوغ مرتبه الاجتهادی، رسیدن به درجه اجتهاد. بعضی از فقها و علما بر این نظر هستند که رئیس دولت اسلامی باید در علوم دینی به درجه اجتهاد باشد، یعنی سطح بسیار بالای علمی داشته باشد. علتش چیست؟ علتش این است که میخواهد مدیریت دین و دنیای مردم را داشته باشد و لحاظا باید پس در معرفت دین، چون در روشنایی دین میخواد مدیریت کنه و رهبریت کنه، پس در شناخت دین باید معرفت کامل داشته باشد. لحاظا عده‌ای اجتهاد را شرط دانستند و عده‌ای نمیدانند که بعداً توضیح میدیم. حالا ببینید عبارت میگه الامامو، امام مسلمین، رهبر مسلمین، کفیل است به تنفیذ احکام شرعی، میخواد احکام شرعی را تنفیذ کند در کشور و مردم را حمل کند بر آن، یعنی رهبری کند، راهنمایی کند. و هذا یتطلب من الامام یکون عالما بهذه الاحکام. پس امام باید عالم به این مسائل باشد. اگر خودش یاد نداشته باشد چگونه میخواد به دیگران بفهماند و راه را اشتباه می‌رود. ولکن آیا لازم است به درجه اجتهاد برسد؟ حالا دانا که حتما باید باشد. دقت کنید اینجا یک نفری که هیچ معلومات دینی ندارد، این اصلا نمیتونه که رئیس دولت اسلامی بشود. نماز خواندن خود درست بلد نیست، چگونه میخواد یک ملت در روشنایی دین رهبریت بکند؟ خود نمیتونه، اشتباه میکنه و احکام غلطی میده، کارهای اشتباه. اما در این مسئله که اصلا محل بحث نیست، این همه قبول دارن. اما بحث این است که به درجه اجتهاد شرط است که برسد، این محل اختلاف است. لکن هل یلزم، آیا لازم است که برسد به درجه اجتهاد؟ ورد الخلاف فی ذلک، در این مورد خلاف وارد شده. فذهب الى اشتراط الاجتهاد الماوردی، علامه ماوردی از علمای علم سیاست اسلامی به این نظر است. ابن خلدون به همین نظر است. چنانچه ابن خلدون گفته ولا یکفی من العلم الا ان یکون مجتهدا، علم به او اندازه کم کافی نیست مگر اینکه به درجه اجتهاد باشد. یعنی التقلید نقص، اگر مقلد باشد نقصان دارد. والامامه تستدعی الکمال فی الاوصاف، رهبریت مردم خواهش میکنه که در کمال، در اوصاف خود کامل باشد. اما عده دیگر از علما موافق نیستند با این نظر و درجه اجتهاد را شرط ندانستند. دانا باید باشد، علم داشته باشد، اما لازم نیست مجتهد باشد. مجتهدین و علمایی هم باشد که با آنان مشورت کند، از آنها نظر بگیرد، کافی است، مشکل حل میشه. خصوصا در عصرهای بعدی که وجود مجتهدین خیلی کمتر بوده. و لحاظا و فی عدم اشتراط الاجتهاد قال شهرستانی، علامه شهرستانی گفته است و مالت جماعت من اهل السنه الى ذلك، گروهی از اهل سنت هم قائل به هستند که شرط نیست. حتی جوزوا ان یکون الامام غیر مجتهد، امام میتونه مجتهد نباشد، خبیر به مواقع اجتهاد نباشد، لکن واجب است که به همراه او اهل اجتهاد باشند، علما باشند، علمای بیدار، نه علمای سطحی ابتدایی. هر کس یک امامه به سر داشت، بله لباس علما پوشیده بود، بله بفرمایید شما. والله در این جلسه قدر عالم جمع شده، نه، علمایی که به اصطلاح عمومی سرشان به کلاهشان میارزد، علمایی که درک و فهم زیادی دارند، از مذاهب مختلف مطلع هستند، مصلحت‌های جامعه را می‌دانند، دین و دنیای مردم آشنا هستند. همچنین کسانی
با اونها باید که خلیفه مسلمین اونها را از سراسر کشور جمع کنه، جلسه تشکیل بده، با اونها هم مشورت باشه. فیراجعه فی الاحکام، در احکام شرعی با او مراجعه بکنن و استفتاء بکند از او در مراجعه احکام به او عالم مراجعه بکند، استفتاء بطلبد در حلال، در حرام، در احکام. و اشتراط اجتهاد بعدم توضیح میده که شرط اجتهاد در اصول متقدم آسانتر بوده برای دولت اسلامی، اما بعد از آن فقط یصعب تحقیق هذا الشرط لقلت المجتهدین. بعدا مشکلتر شده چون مجتهدین کم شدن، کمتر شده کسی که، چون علوم خیلی وسیع شده، اینکه کسی در مجموع علوم دینی به اجتهاد برسد خیلی مشکل است دیگه، بسیار سخت بوده در مراحل بعدی. البته باز به شرایط امروزی باز میبینیم شرایط متفاوت شده، چون اسباب علم باز امروز خیلی آسان شده. حدیثی که در اون زمان شخص باید چند شهر میگشته پیدا کنه، حالا نشسته خیلی راحت میتونه داخل لپتاپ خود تحقیق کنه، همه ببینه. داخل کتابخانه‌های بزرگ کتاب‌های بزرگ جمع‌آوری شده هست. لذا فقد رأى كثير من الفقهاء المتأخرین، لذا بسیاری از فقهای متأخر قائل به این که اجتهاد شرط نیست برای ما، تا اینکه ولایات معطل نشود و مفاسد زیاد نشود. بگیم باید مجتهد باشد، کسی هم پیدا نمیشه تو اون صلاحیت ها را داشته باشد. خیلی کسا هستن اجتهاد علمی دارن، باز شرایط دیگر را ندارن، توانایی رهبریت را ندارن. یعنی خوب دقت داشته باشین که تنها بحث علم نیست. رهبر جامعه اسلامی باید یک شخصی شجاع، دلیر، با جرأت، با شهامت و با استقامت و با قوت باشه، بتونه که مدیریت کنه. یک انسان ضعیفی نباشه که خود خیلی زود خود به باز و از بین بره، وگرنه خب مفاسد به وجود میاد و احکام شرعی معطل می شود. و علی الامام ان یستعین بمن هو اعلم منه. رئیس دولت اسلامی باید که از کسایی که از او عالم‌ترن مشوره بگیرد، با اونا گفتگو بکند، از اونها کمک بگیرد. این شرط اول. قبلا گفتم دو شرط نبوده، بیشتر اینجا یاد کرده. من دیگه جا مطالعه کردم دو شرط گفته بود، خیال کردم اینجا بوده. دوم، سلامت الحواس و الاعضاء. یکی دیگه از شرایطی که محل اختلاف است بین فقها و علما، سلامت حواس و اعضا هست. حواس 5 حسی که حس شنوایی، حس بینایی، حس بویایی، حس لامسه، حواس تو خلاصه کار بکنن. اگر یکی پس کور بود نمیتونه که مثلا رئیس دولت بشه، میتونه یا نمیتونه، ولی سلامت حواسی محل بحث است، محل اختلاف است. آیا کور میتونه خلیفه مسلمین بشه؟ دستش قطع است، پایش قطع است، فلج است و امثال او، و اعضای بدن و حواس، خلاصه سلامت اینها. این هم از شروط مختلفی هاست. و من ذهب الی اشتراط السلام، علامه ماوردی و ابن خلدون به همین نظرند که باید سلامت باشد، و خیلی فقهای دیگر اینا رو به طور نمونه گفته. چنانچه ابن خلدون گفته و اما سلامت الحواس و الاعضاء من النقص و العطر. ابن خلدون چون خودش وزارت کرده، وزیر دولت بوده و در دولت‌های متعددی کار کرده، این مسائل خب آشنایی داره و گفته که سلامت حواس و اعضا از نقصان و از عطله، از اینکه تعطیل باشد اعضایش کار نکند، مثل دیوانگی، مثل کوری، مثل کری، مثل گنگی، اینها میگه شرط است. و ما یؤثر فقده من الاعضاء فی العمل. هر چیزی که از اعضا اگر نباشد در عمل او میتونه تاثیر بگذاره، مثل نبودن هر دو دستش، هر دو پایش، هر دو خصیتین. حالا خصیتین نمیفهم اینجا چی به درد میخوره، مگر اینکه بگیم مردی او از بین میبره، حالتی است والله اعلم، ولی مثالی داده. فتشترط السلامة بها کلها. سلامت از همه اینها شرط است. لتأثیر ذلك فی تمام عمله. چون اگر اینها نباشد عمل خود کامل نمیتونه انجام بده. البته گفتم مسئله انثیین اینجا خیلی یک چیز عجیبی است و بعضی هم گفتن البته اینجا انثیین، بعضی گفتن منظور گوش است، گوشای قطع باشه، بعضی هم این ترجمه کردن، اما کلمه انثیین معنای واضح است، خاصیتین معنا میده. و قیامه بما جاء الیه، و این که همون کاری که به او سپرده شده انجام بدهد. اما بعضی علما اختلاف دارن، گفتن که نه، بعضی نقصان‌هایی هم در حواس و اعضا باشد اشکال ندارد. گفته ولا یضر الامام، ضرری به امام ندارد، ان یکون فی خلقه عیب، در خلقت او اگر عیبی باشد، کوری، کردی، اجدع، بینی بریدگی، عجزم، جزام باشه، احدب، کوش پشت باشه، دو دست ندارد، دو پا ندارد، و کسی که از پیری خیلی پیر شده اما هنوز میدانه، هنوز عقل داره، حتی اگه 100 ساله هم باشه اشکال ندارد. فکل هؤلاء امامت جایز. ابن حزم میگه، اما واقعا قول ابن حزم خیلی قول بی‌وجهی است واقعا، و لذا
صحیح ترین قول در نزد علما این است که اصل حرف، یک نکته جالبی که علما توضیح دادن دیگه که ما در احادیث نداریم که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته باشن حتما اولی الامر باید که سلامت اعضا داشته باشد. اینو نگفتن، اما علما این از کجا آمدن توضیح دادن؟ اولی الامر یک واجباتی داره، یک وظایفی داره که او رو باید انجام بده در قبال رعیت و ملت خود که به خیر دنیا و آخرتشان کار کنه. خب حالا اگر این عیب‌ها و نقصان‌ها داشته باشه طبعا در اونجا ضرر میکنه، کر باشه، گنگ باشه، حرف نزنه با مردم خود. رئیس دولتی که با مردم حرف زده نتونه، کر باشه حرفشون رو نشنوه، کور باشه اونا رو نبینه، چگونه میتونه مشکلات مردم حل کنه؟ به این دلیل پس واجب است و لازم است که از اینا خالی باشد. لحاظا صحیح‌تر در نزد علما این است که از این به حساب عیوبی که سبب میشه که نتوانه وظیفه خود درست انجام بده، از اینا باید پاک باشه. اگر چیزی باشه که زیاد نباشه، فرض کنیم 2 تا انگشت او بریده است، خب اشکال نداره، این تأثیری در عملکرد او نداره. حتی فرض کنیم یک دست او قطعه، در عملکرد او تأثیری ندارد. اما اگر بیشتر از در حدی است که اعمال درست انجام داده نمیتونه، این تأثیر دارد. این کسی نمیتونه، این کسی رئیس دولت اسلامی یا خلیفه مسلمین بشود. لازمه که قول به اشتراط سلامت مطلقاً درست نیست. این که مطلقاً بگیم از تمام عیوب سالم باشه، این هم درست نیست. مثل که این که بگیم مطلقاً هیچ چیز اصلا شرط نیست، این هم گفته درست نیست. مثل حرف ابن حزم. حرف ابن حزم هم درست نیست و امر به حاجت التفسیر، بلکه این دیدگاه فقها و علما این درست‌تر است که این تقسیم کنیم، تفصیل کنیم. لحاظا علما تقسیم کردن. عده دیگر گفتن عیوبی در حواس و اعضا به 2 قسم است، بلکه به چند قسم است. بعضی مانع عقد امامت میشه، یعنی عیوبی است که واقعا این شخص نمیتونه که وظایف خود درست انجام بده. بعضی هست مانع و منها ببخشید بعضی منع نمیکنه، مثلا 2 انگشت خط باشه. بعضی منع میکند عقد امامت رو، از هر دو چیشون کور است، اصلا نمیتونه کار انجام بده، نمیتونه وظیفه خود درست انجام بده. و منها ما لا یمنع من استدامتها، بعضی هستن که ادامه کار رو نمیتونه خوب پیش ببره. و منها ما یمنع من استدامتها، ببخشید بعضی منع نمیکنه، بعضی منع میکنه. خلیفه تعیین شده، در اول سالم بوده، بعداً مشکلی پیدا کرده. حالا بعضی عیوبی هست مشکلی ندارد، گفتیم اگر عیبی که میتونه وظیفه خود انجام بده اشکال نداره. اما اگر عیبی بود که به همراه اون نمیتونست کار خود انجام بده، دیگه ادامه پیدا نمیکنه خلافت او و امارت او. و در اینجا باز توضیح داده که پیامبر صلی الله علیه و عبدالله ابن ام مکتوم را که شخص کولی بوده در مدینه چند بار که به جهاد رفته به جای خود جاینشین تعیین کرده. اما یک نکته اینجا هست که این استدلال خیلی قوی نیست در این باب، به خاطری که ما یکی خلافت مسلمین داریم، یکی یک ولایت کوچک داریم. در غیاب پیامبر صلی الله علیه و موقتا برای چند وقتی، 1 ماهی یا 2 ماهی، این امیر مدینه بوده، بعضی امور انجام میداده. این دلیل نمیشه که بتونه کور خلیفه مسلمین هم بشود. این قیاس درستی نیست. این یک چیز موقت بوده و دیگه ای که یک ولایت کوچک بوده، جای کمی بوده و لحاظ خلافت مسلمین باز مسئله بزرگتری است. پس لحاظ بین دو تا باید که فرق بگذاریم. ما بحث ما روی امیر مسلمین است. سومین شرط یکی دیگه از شروط. پس خلاصه کلامی که همون شرط هایی که مانع انجام وظیفه‌اش بشود، همون عیب ها او چی میشه؟ اونا نباید باشد. اما او عیب هایی که مانع انجام وظیفه‌اش نمیشود اشکال نداره. باز این میتونه نظر به شرایط زمان و مکان و اینها فرق بکنه. مثلا در گذشته خود رئیس دولت خلیفه مسلمین در جهادها میدید به صف جهاد بوده، شمشیر میزده، بعضی اوقات چنین بوده. اما در این زمان چنین نیست. باز اونجا وزیر دفاعی وجود داره و بخش ارگان‌های جنگی کلا اونا نظامی کنن، چه داست متفاوت است، زیر نظر او هست و رهبریت میکنه، اما لازم نیست که خود او به صحنه جنگ بره اونجا جنگ رهبریت بکنه. باز تفاوت‌هایی وجود داره در خیلی از امور. سوم النسب القرشی، این که در نسب امیر مسلمین و خلیفه مؤمنین باید قرشی باشد. اولا اینجا یک نکته باز توضیح بدم، یکی بخش ولایت است. ما امروز متاسفانه امیرالمومنینی در جهان نداریم. کسایی هم که خود معرفی میکنن نسبی است، نسبت به این کشور است. امیرالمومنین به معنای واقعی یعنی به کل جهان اسلام، به کل جهان اسلام امارت داره یا خلیفه مسلمین است.
و تنها نیست برای یک کشور خاص باشه بگه من امیر مردم افغانستان هستم، من امیر مردم مثلا شام هستم، سوریه هستم، عراق هستم، فلان هستم. امیر یک منطقه خاص نه، امیر المؤمنین، امیر همه مؤمنین است. پس لحاظا ما عموما امروز میتونیم بگیم ما امروز نه خلیفه‌ای داریم نه امیری داریم، متاسفانه چیزی که وجود ندارد و باید مسلمان ها متفق بشوند بر یک امیری، بر یک رهبر واحدی که اتحادشان رو درست بکنه و جمع بشن و تمام جهان اسلام که قریب 2 میلیارد مسلمان هست همه در زیر یک بیرق واحد جمع باشن. حالا هر کدام در کشور خود باشد، هر کدام در کشور خود رئیس دولت خود داشته باشد، اما همه اینها باز یک خیلی مثال واضحی مثل اتحادیه اروپا کار اتحادیه‌ای دارن و به یک کشور اروپایی اندک مشکلی پیدا بشه کل اروپا جمع میشه به خاطر او. یک رهبریت واحد در مقابل او عکس العمل نشان میدن. بلکه حالا از او حتی بالاتر به درجات بلندتر باید جهان اسلام کلا همه در زیر چتر یک امیر و یک رهبر باشد و مرزها از میانشان برداشته بشه و راحت بتوانند افراد مسلمین از کشورها راحت برای خود عبور و مرور کنند. نه پاسپورتی نه چی، یک نفر عادی از اینجا موتر سوار بشه کل کشورهای اسلامی ده بدون اینکه کسی بگه تو کجا میری راحت از کل کشورها تیر بشه و بره، مرزی وجود نداشته باشه. حالا این افغانستان از ایران از فلان از فلان اشکال نداره، امیری هم برای خود داشته باشد، اما این مرزها و این زد و بندهای دیگر اینا نباید باشه. یک رهبر واحد داشته باشن. این چیز ما نداریم، نه امیرالمومنین فعلا داریم نه خلیفه مسلمین. رئیس یک دولت هست، امیرالمومنین های نسبی هست. پس لحاظا وقتی ما میگیم مثلا این شرایط شرط هست نسبت به امیرالمومنین واقعی است، باز نسبت به این پوینترها که هست میتونه بعضی از این شرایط نباشه. مثلا نسب قریشی باید امیر چی باشد؟ قریشی باشد، از قریش باشد. حالا خیلی کشورها هست اصلا در اون کشور شخص قریشی وجود نداره، کلا قوم دیگری هستن، اصلا قریشی نمیتونه اونجا حکومت بکنه. حالا نسب قریشی چرا؟ در مورد نسب قریشی احادیث متعدد داریم. در روایت صحیح البخاری، در صحیح مسلم احادیثی داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم امامت و رهبریت رو به قریش تسلیم کردن، گفتن قریش باید رهبریت داشته باشد. و در روایت مسند امام احمد ابن حنبل و کتب متعدد دیگر به طرق متعدد روایت کردن که خیلی محدثین هم این حدیث تصحیح کردن، الائمه من قریش، امامان و رهبران از قریش هستند. اما سوالی که اینجا پیش می آید و لحاظا در بین صحابه اجماع بوده که ائمه باید از قریش باشند. به همین علت وقتی که بین در شورای سقیفه بنی ساعده اونجا صحبت شد در مورد اینکه کی خلیفه بشود، وقتی انصار گفتن از ما خلیفه بشود در مقابل همین خواندن ائمه من قریش که امامان بعد از قریش باشن و بعدا انصار قبول کردن و هیچ وقت از انصار کسی امیر و خلیفه نشده و همیشه از قریش بوده. و حالا سوال اینجا پیش می آید این است که و گفتیم به این مسئله اجماع و اتفاق است. بعضی از علمای متأخر آمدن بعضی نظریاتی دادن که روی او توضیح میدیم. اما سوالی که پیش می آید دین مقدس اسلامی که میگوید هیچ فضلی برای عربی بر عجمی و عجمی بر عربی نیست، پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی مطلب بیان کردن که هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی برتری نداره. آیه سری قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و مسئله اختلاف قبایل و اختلاف ملت ها فقط برای شناخت است. بهترین شما پرهیزگارترین شماست. و بلال رو میبینی که مؤذن خود تعیین میکنه و اصلا نسب و اینا مهم نیست که از کدام نسب هستی، کلا اینا قوانین جاهلیت معرفی میکنه اسلام. حالا چگونه پیامبر اسلام میان میگن که خلیفه حتما بعد از قریش باشه؟ علت ای چیز، حکمت او چیست؟ ببینید اصل حکمت احادیثی که در صحیح مسلم احادیث متعدد آورده، در صحیح البخاری آورده و خیلی زیبایی مطلب رو واضح کرده که در رو دقت بکنیم مطلب رو متوجه میشیم. و او این است که مسئله قریشی بودن به این علت که در او زمان قبیله قریش در بین مردم به طور عموم طوری بوده که عموم مردم او را قبول داشتن و مطیعشان بودن و اگر کسی از قریش تعیین میشد مردم به طور عموم رهبریت اونها رو میپذیرفتند. حالت جامعه این چنین بود و لحاظا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که امامت در قریش است. و حالا هم اگر در کل جهان اسلام همچنین مثلا
خلیفه تعیین بکنن الائمه من قریش، و چیز طبیعی است که عموم مردم هم میپذیرند که از قریش امامی بشود، خصوصا در اون زمان که یعنی اینا به حیث یک طایفه بسیار بلند، بسیار با ارزش در بین مردم مطرح بودند، در بین مردم مقام و منزلتی داشتند. و همین امروز هم اهل سادات، کسایی که از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله هستند، بین مردم خیلی قدر و ارزش دارند و مردم خیلی به اونها اعتماد دارند. اما پس علت ای بوده. و یک شرط دیگر هم پیامبر بیان کرده، گفته تا وقتی که اینا دین رو اقامه کنن، تا وقتی که پایبند به دین باشن. اما اگه پایبند به دین نبودن، پس قریشی دیگه صلاحیت ندارن. ما اقام الدین، تا وقتی که دین رو اقامه کنن. لحاظا اگه قریشی بود که صلاحیت نداشت و اقامه دین نمیکرد، او لیاقت نداره که رهبر مردم باشه. به این علت پس توجه کنین که پس به این شکل که اگر میخواستن خلیفه برای مسلمین تعیین کنن، شخص قریشی هم وجود داشت با تمام کفاءت‌های دیگه، با تمام صلاحیت‌های دیگه و شروط دیگری که برای امیر هست. و یک شخص دیگر هم بود که او هم شرایط داشت اما قریشی نبود. این شخص قریشی مناسب تر است، چون مردم به این بیشتر میتونن اعتماد کنن و بیشتر مردم میل دارن به طرف این طایفه و این مردم، نه به خاطر اینکه مثلا این نسب بر نسب دیگر برتری دارد، فقط به خاطری که مردم به این قوم، به این ملت چی بودن؟ مطیع بودن. و به همین علت اگر همین چیز باز وجود نداشت، اقامه دین نمیکردن، این اعتماد وجود نداشت، این چنین افرادی نبود، باز بحث هم نیست. ولی دقیقاً شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگه که اگر صلاحیت ها در قریشی نبود و در غیر قریشی بود، غیر قریشی رهبریت میکنه و میتونه اشکالی نداره. و لحاظا در تاریخ اسلام که ما ببینیم، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله 4 خلیفه راشد قریشی بودن، اموی ها شدن قریشی بودن، عباسی ها قریشی بودن، تا آمد قرن هفتم، مثلا تا قرن ششم و هفتم قریشی ها بودن. حتی تا قرن نهم که به نوعی شکلی از خلافت عباسی وجود داشت، یک اسمی بود، تا قرن دهم حتی، تا زمان سلطان سلیم. سلطان سلیم از سلاطین عثمانی ها ترک بودن، اصلا از عرب نبودن که قریشی باشن. عثمانی ها آمدن چی شدن؟ به نام سلطان یاد می شدن، تا اینکه سلطان سلیم اول برای اولین بار خلافت شکلی عباسی از بین رفت و خلافت به اونا سپرده شد و او به نام خلیفه یاد شد به اصطلاح سلطان سلیم. البته بعدا بازم به نام سلطان یاد میکردن، سلطان سلیمان قانونی، سلطان عبدالحمید، بازم به نام سلطان بود، اما در واقع اون شکل خلیفه داشتند و صلاحیت خلیفه و به نام خلافت عثمانی یاد میشه دورانشون. خب حالا ببینید در اونجا نبودند، قریشی نبودند اما صلاحیت ها را داشتند. یا اینکه به زور سلطه گرفت کسی که او قریشی نبود، به خاطری که فتنه نشد، خروج بر علیه او صورت نگیرد. نه اینکه روش زور گرفتن درست بوده، فقط به خاطری که فتنه نشود، که در جلسه گذشته هم اشاره به این داشتم. حالا ببینیم پس نسب قریشی علت او این است که مردم به اینها بیشتر جمع می شدن، اتفاق می کردن. ببینیم اول بعضی احادیث اینجا به شما نشان بدم. خب اولا اینجا یک جمله احادیث است، الناس تبع لقریش. ببینیم پیامبر صلی الله علیه و آله چقدر زیبا این مطلب بیان میکنن. در بخاری و در مسلم داریم مردم تابع قریشن فی هذا الشأن، در این امر، یعنی مردم اینا رو بیشتر میپذیرن، بیشتر قبول میکنن که قریش رهبرشان باشد، چی در زمان اسلام چی در زمان کفر. مسلمهم تبع لمسلمهم و کافرهم تبع لکافرهم. حتی در زمان کفر مردم خیلی متابعت قریش میکردن، در زمان اسلام هم همچنین. پس به همین علت که مردم بیشتر بر اینها اتفاق دارن، پس به این خاطر امامت در اینها باشد. این بیشتر سبب اتفاق میشه، سبب اتحاد میشه، بیشتر مسلمان ها جمع میکنه. علت پس به این دلیل ذکر کردن. و همچنین در مسند احمد بن حنبل در سقیفه بنی ساعده وقتی جمع شدن، همین صحبت شد که گفتن که قریش والله تو هذا الامر، در روایت آمده قریش سرپرست امورن و انصار باز قبول کردن، گفتن که من الامراء و منکم الوزراء، از ما امیرها باشد و از شما وزیرها باشد، انصار شما وزیر باشید. و همچنین در صحیح مسلم روایات رو ببینید که یک لحظه البته در صحیح البخاری این روایت شماره چند است؟ 3500 در اینجا آمده ان هذا الامر فی قریش، این امر در بین قریش است، لا یعادیه احد، هیچ کس با اونا دشمنی نمی کند، یعنی نباید بکند، الا کبه الله علی وجهه، مگر اینکه الله او را به رویش میاندازد به جهنم. ما اقام الدین، تا وقتی دین را اقامه کنند،
اگر قریشی بیدینی شد باز وقت ارزش نداره که از او اطاعت بشه یا او امیری باشد برای مسلمین. قریشی است اما غلام آمریکایی است، غلام روسی است، هیچ ارزشی ندارد، هیچ لیاقتی ندارد. قریشیت به تنهایی خود هیچ صفت کمالی نیست. به هم ما اقام الدین، تا وقتی دین را اقامه کنند. لذا در روایت صحیح البخاری این شرط هم صراحتا آمده و همچنین در روایت صحیح مسلم ببینید همون روایت قبلی است، الناس تبع لقریش فی هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم و کافرهم لکافرهم. و همچنین خیلی روایت متعدد دیگری که در این مورد آمده و در صحیح مسلم خیلی مفصلی توضیح داده. حالا ببینید النسب القرشی در خود کتاب چی میگه. اختلاف اهل العلم قدیما و حدیثا، اهل علم در گذشته و حاضر اختلاف دارن در این شرط. البته که اینجا اختلاف گفته خیلی چی نیست، خیلی دلنشین نیست، چون بسیاری از علما این مسئله اجماعی نقل کردن، اتفاق به این مسئله نقل کردن. امام غزالی رحمه الله اتفاق به این نقل کرده، علامه زبیدی اتفاق نقل کرده، نبوی اجماع نقل کرده و خیلی از علمای دیگر در این مورد اجماع نقل کردن که مسئله اجماع بوده بین صحابه، کلا مسئله اتفاقی است. در اینجا یک طوری نشان میده که مسئله اجماعی نیست، مسئله اجماع بوده. منهم من یرى ان الامام یجب ان یکون قریشیا، گفته بعضی به این نظر هستند که امام قریشی باشد. گفتیم در نزد صحابه اجماع بوده و خیلی از علما اجماع نقل کردن و بعضی شرط نکردن ایده و گفتن جایز است که غیر قریشی باشد. و از کسایی که قائل به قریشی بودن ابن حزم، ماوردی و ابو یعلا فرا، البته این طوری نشان داده که چند نفرند. گفتیم در بین صحابه اجماع بوده و استدلال کردن به عده از ادله، از جمله حدیث بخاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزال هذا الامر، همیشه این امر می باشد فی قریش ما بقی منهم اثنان، تا دو نفر باشن یه امر در بین قریش است، یعنی باید از قریش حاکم باشد. به چی خاطر؟ چون مردم بیشتر به اونها اتفاق دارن. از هدف این است. و اما اگر بالفرض یک کسی به زور آمد حاکم شد، او بحث جدا از خروج بر علیه درست نیست، از غیر قریش هم که بود مردم اطاعت کنند. و کسایی که گفتن جواز دارد امامت غیر قریشی به این حدیث بخاری استناد کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اسمعوا و اطیعوا و ان استعمل حبشی کأن رأسه زبیبه، شما بشنوید و اطاعت کنید اگرچه که بالای شما یک حبشی که سر او مثل یک کشمش است، کوچک است، یعنی به نظر شما خیلی بی ارزش میایه، اگر همون هم بالای شما حاکم شد، وظیفه دار تعیین شد، شما از او اطاعت بکنید. البته این حدیث به دو وجه استدلال به این بعید است. اولا اینکه اینجا نگفته که این به روش شرعی یعنی حاکم شده، اولا و یکی هم نگفته که این عامل یعنی خلیفه مسلمین و این استعمل حبشیون. اگر چیزی که عامل شد، عامل میتونه والی باشه، کجا گفته رئیس دولت، امیر مسلمین؟ این که نگفته و این با او احادیث دیگه تعارض نداره اصلا. و دیگه اینکه این میتونه به زور باشه، یعنی حبشی به زور آمده گرفته، مسلمان هم هست، خروج بر علیه مناسب نیست به خاطر که فتنه بزرگتر نشه. و عبد حبشی که مذکور است در حدیث که پیامبر امر کردن، گفتن قریشی نیست، پس درسته. اما ابن خلدون این استدلال رد کرده، گفته این پیامبر به طور تمثیل بیان کردن که هر کس بر شما امیر شد شما اطاعت کنید، نگید این فلان است و او فلان است، از امیر خود اطاعت کنید که فتنه نشود. و غرض مبالغه در ایجاب سمع و طاعت است و واقعا حرف ابن خلدون خیلی دقیق است. اما اگر گفته غیر قریشی متولی امر شد، اطاعتش واجب است و خروج بر علیه او حرام است، چون فتنه بزرگتر نشود. خب این بحث هم واضح و روشن توضیح دادیم. میریم به بحث واجبات امام. امام مسلمین که واجباتی دارد، چه وظایفی دارد، چه کارهایی را باید انجام بدهد. فقها در این مورد بحث کردن در ولایات ان واجبات امام، در بحث ولایت ها، سرپرستی ها، که امام مسلمین چه وظایفی دارد. ما بین منقل و مستکثر، بعضی خیلی کم بیان کردن، بعضی خیلی زیاد بیان کردن، بعضی تفصیل کردن، بعضی مختصر. تفصیل بدیم خب خیلی جزئیات داره، خیلی زیاد میشه. مختصر خلاصه کنیم در چند چیز خلاصه میشه و خلاصه همه در دو جمله اینجا خلاص کرده. گفته وظیفه امیر مسلمین حراست الدین و سیاست الدنیا، دین مردم را حراست و پاسداری کند و دنیای مردم را مدیریت کند، سیاست کند، سرپرست مردم باشد، دین و دنیایشون خوب شود. و این اجمال. اما تفصیل واجبات متعددی در نتیجه این دو وظیفه بر عهده امیر گذاشته میشه که از جمله اول حفظ دین علی اصوله المستقره، اصول مستقر و اساسی دین را حفظ کنه و ما اجمع علیه سلف الامه، و چیزی که امت بر او اجماع دارن او را حفظ کنه و ادامه بده. مسائل محل اختلاف حالا
هر قولی که صحیح‌تر است یا بیشتر راجح‌تر دیدن با علمایی که مشوره کرد طبق او عمل میکنه. دوم، نشر علم. یکی از وظایف رئیس دولتیه که در بین مردم خود علم را و معرفت را به کل سبیل، به هر روشی، هر علمی که جامعه نیاز دارد به او، هر علمی که جامعه ضرورت دارد اینو پخش کنه. یکی از وظایف اوست، چون علم سبب ترقی و پیشرفت است. فإن تقدم الدوله، پیشرفت دولت، رهن گرو است به آنچه که در علوم نافعه به آن برسند. هر چه در علم عقب بمانیم به همون اندازه از کاروان تقدم و پیشرفت عقب میمانیم. هر اندازه در علم پیشرفت کنیم در تمام بخش ها که ملت و امت به او ضرورت دارد، همون اندازه پیشرفت میکنیم یا همون اندازه پسرفت میکنیم که اگر در علم زحمت کشیدیم یا کوتاهی کردیم. پس لازم یکی از وظایف حاکم این است که نشر علم بکند در بین جامعه، در بین زن و مرد، هر چیزی که جامعه ضرورت دارد به او. و اگر در این باب کوتاهی کرد، یکی از وظایف خود کوتاهی کرده. سوم، العمل على توفیر الحیات الکریمه لابناء الدوله. رئیس دولت باید کوشش کند که حیاتی بزرگوارانه با کرامت برای افراد دولت خود مهیا بکند. نه اینکه مردم نان ندارن بخورن، پادشاه قرار اونجا به عشق خود گرفتاره. نه، مسئولیت داره، وظیفه داره که در مورد اونها فکر کنه، گفتگو کنه، راههایی بسنجه که چگونه ملت رو از این مشکلات نجات پیدا بکنه. این نبود که پیامبر صلی الله علیه و سلم ملت و مردم او گرسنه باشن، او راحت خواب باشه. پیامبر در مسجد نشستن، نماز ظهر ان شاء الله خواندن، گروهی را دیدن بعد از نماز که خیلی فقیر بودن. چهره پیامبر تغییر خود، صحابه میگن رنگشان سرخ شد که چرا اینا رعیت قدر حالتشان بد است. بعدم باز خیلی صحبت کردن تا کسانی به اونها همکاریایی کردن و مشکلشان حل شد. و اصل بحث یعنی اینه که باید هم رئیس دولت درد مردم را درد خود حساب کند و بروی کار کند. عمر ابن خطاب رضی الله عنه حتی از کودک شیرخواری خود با خبر میکرد که آیا او مشکل دارد یا مشکلی ندارد. بیوه زنی که شوهر او به جبهه رفته، آیا این در دوری او رنج میبرد یا نه، از او حتی مطلع، حتی به او توجه میکرد. سیاست عمیه دیگه. پس حیات کریمه و حیات بزرگوارانه رو باید توفیر کنه، پره کنه برای مردم خود. چهارم، اقامه حدود بکنه. حدود و جزا رو در کشور جاری کنه تا اینکه محارم الهی انتهاک نشه، یعنی مرتکب نشه کسی اونها رو، به حق کسی ظلم نشه، جنایت صورت نگیره و حقوق بندگان حفظ شود از اتلاف و از استهلاک. قانون جزا تطبیق بکنه تا اینکه هیچ کس به کسی ظلم نکنه، چی دولت چی مردم. پنجم، تحسین الثغور. وظیفه دولتیه که مرزها را محکم کند. تحسین یعنی محکم کردن ثغور، مرزها، بالعدة المانعه، به حساب وسایلی که منع کننده است و قوت دافعه روی باید کار کند. مثلا طبق شرایط امروزی زمین و آسمان رو باید وسایلی داشته باشه که جلوی بگیره که نتوانه از کشور دیگری راحت دیگه از کافر بیای راحت از فضایی بگذره، نتوانه کاری بکنه، فقط تماشا کنه. و این وقتی میشه که تهبنایی برای علم، برای به حساب علوم نافعه کار بشه، اینها رشد کنه تا به همچنین اموری برسیم. ششم، جهاد کند با کسایی که معاند دشمن اسلام هستند بعد از دعوت الی، بعد از اینکه دعوت داده و منع کرده مردم را از دخول در آن. با کسانی که مردم را از اسلام منع میکنند، با ظالمین، با مستکبرین، با مستبدین، با اونا بجنگه، مقابله کنه. چون نشر اسلام از واجبات دولت اسلامی است که در نشر و پخش اسلام کوشش کند. هفتم، جبایت الفی. فی یعنی همون پولی که غیر از غنیمت از جنگ و اینا، دیگه پولهایی که از دیگه کشورهایی که در زیر سلطه اوست یا منطقه‌ای که در زیر سلطه اوست اون به دست میاره، یا صدقاتی که از ملت و مردم خود جمع میکنه، یا جزیه میگیره یا خراجی که جمع میکنه، بنابر آنچه که شریعت او رو واجب گردانده نستن یا به اجتهاد امام گذاشته شده. بعضی شریعت تعیین کرده، بعضی به اجتهاد امام هست تعیین میکنه، اونا رو بگیره. باز اینا چیکار کنه؟ هشتمین وظیفه، تقدیر العطایا من بیت المال. از بیت المال باز به مردم اندازه کنه به طور صحیح، هر کدوم طبق حقشون به اونها برسانه. به جای، یعنی از جای درست، خلاصه دخل و خرج کشور، بخش اقتصادی رو تقویت کنه. نهم، اختیار الاکفاء.
اشخاصی بسیار با صلاحیت با کفایت اختیار کنه برای وظایف دولت و تعیین افراد امین بر اموال امت. به اموال امت کسای رشوتخور، حرامخور، اختلاسگر تعیین نکنه، افراد تعیین بکنه که اینا امانت دارن و کسایی که کفایت دارن به سر وظیفه ها بسپره. هر وظیفه‌ای مثلا در تعلیم و تربیت کسی تعیین کرده که در این راستا کفایت داره، صلاحیت داره، میتونه کار کنه. و همچنین در بخش اقتصاد و همچنین در بخش مرزداری، در وزارت دفاع، در هر بخشی کسایی تعیین بکنه که اینا با کفایتن، با صلاحیتن، و کسایی که صلاحیت ندارن بر اساس قوم و خویشی و فلان و فلان وظیفه به اونها داده نشه. و اینها خب اجمال است، به تفسیر اینها یک عالم بحث داره که روی هر کدوم میشه صحبت کرد. حالا اینجا 9 تا گفته از وظایف امام، نه اینکه دیگه غیر اینها نیست، این 9 تا ایجاد کرده. بیشتر دقت بشه خیلی بیشتر از این هست، یا تفصیل بشه جزئیات بیشتری هم میتونه داشته باشه، اما خلاصی او همون یکی اول بود: حراست الدین و سیاست الدنیا، پاسداری دین و تدبیر امور مردم در دنیایشان. اینها وظایفی است که حاکم در قبال ملت و مردم خود دارد. اما مردم در قبال این حاکم خود چه مسئولیت و چه وظیفه‌ای دارد؟ حقوق الامام، حقی که این امام بر ملت و رعیت خود دارد که در مقابل او باید بعضی حقوق را مراعات کند. این بحثی است که ان شاءالله در جلسه آینده خواهیم خواند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و جهان اسلام را متفق و متحد بگرداند و همه را بر صراط مستقیم داشته باشد و خلیفه واحدی و امیر واحدی بر مسلمین بدهد و مسلمین را همه در بر کتاب خود و بر سنت حبیب خود صلی الله علیه و سلم جمع کند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.